این ایموجی واقعیه یا فیکه؟ از کیک رسیدیم به ایموجی. همین ایموجی به نظرت واقعیه؟ خیر، وجود خارجی نداره. با این گل شروع میکنیم که 100% مطمئنم وجود داره و دیدمش. فکر کنم توی پیام‌های گروه‌های فامیلی واتساپ و اینا زیاد استفاده میشه. گل نمیدونم چرا پژمرده برای هم میفرستن. احتمالاً مربوط به خواهر شوهر بازی یا مادر شوهر بازی چیزی میشه. ولی به هر حال مطمئنم که وجود داره. بریم ببینیم. یس! شاید تو این از کیک و فیک بهتر باشم. گول چراغ جادو من ندیدم واقعا. اونم که اینجوری کرده باشه و ریشو. نه، به نظر من فیکه. وجود خارجی نداره. وجود داره؟ کجا؟ اگه تو کیبوردت پیداش کردی کامنت کن. یک سس داریم و یک من واقعا اینو ندیدم دوستان. روشم یه علامت سبزی داره. نه، فکر نکنم واقعی باشه واقعا. من میگم فیکه. سس خردل دیگه. نه داریم شاید داشته باشه ولی این شکلی فکر نکنم. یس، فیک بود خدای شکر. گزینه بعدی یه پنکه که اون عددم پایینش نوشته باشه. حاجی فیکه، من ندیدم. این همه چرخیدیم تو کیبورد و ایموجی ها، اینو ندیدم. میگم فیکه. دارم خوب پیش میرم تو فیک گفتن ها. واقعا فکر نکنم تو هم دیده باشی اینو. فیک بود. نایس. بعدیو درست بگم واقعا میشه گفت یه رکورد شخصی زدم. خونه‌ای که مطمئنم هست، خونه در داغونم شاید باشه، احتمال 80%. من میگم واقعیه. واقعی بود. نایس. به عشق رکورد عمو کل کامنت ها رو پر خونه تخریب شده کنید. قدرت.